در اویله دولتوف ها زبان صحبت اساساً ایما و اشاره است. زیرا پدر این خانواده عبدالجبار دولتوف لالو ناشنواست. همسر و دخترانش هم صحبت و ترجمان اویند. عبدالجبار می خواهد برای دخترانش پدری خوب باشد. توی سنتی داشتیم بسیار آدم اومده است. من کسلی وزن شدم. بعد هوای انتیبیوتیکوی وزبین من با اوکل کرساده بودن از سبب همین این با شنوایی من تاثیر کرد. از 3 سال من ناشنوا شدم. عبدالجبار دولتوف رهبری اتحادیه ملی ناشنوایان تاجیکستان را بر دوش دارد. به گفته او اکثر ناشنوایان ضمن مراجعت به اداره های دولتی دچار مشکل می شوند چون که زبان ایما و اشاره آنها را بسیاری ها نمی فهمند. شخص ناشنوا از اعضای جمعیت ما یک مشکل کتی می‌بینم. یعنی که به همه وقت ترجمان در کار است. جای خدمت رسانی طبی، ملی ساختمان، پروکوراتور یگان حادثه میشد، یگان پروبلم میشد. یعنی که جای کار با داخل شدن با حسابی که ما فقط 3 نفر شهر شده و طبیعی مرکز ترجمان داریم این بسیار مشکل است. دیوار نافهمی بین این قشر و باقی جامعه را یک مشکل عمده حیاتی هزاران تن از ناشنوایان در تاجیکستان می شمارند. زیبا بیدی و هرچند ختم کرده دانشگاه دولتی تجارت است اما امروز او را همچون ترجمان ناشنوایان می شناسند و در تمام چاره‌بینی هایی که در سطح بین المللی می گذرد دعوت می کنند. من میدونم که بسیار ناشنوا باید ضرور است همین ترجمان ها. از شخصا از زندگی خودم میدیدم که چقدر پدر مادری من عذاب میکشیدن وقتی که اونجا میرفتن متخصص خب الیمنتار نمی ناتریال دوره ناتریالی میرفتن یک حجره فروختن و خریدن و حتما متخصص اشتراک کردنشون در کار بود است که این کس صاحب خونه فروختنشون در کار است. اما مقامات میگویند در دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه برای افراد ناشنوا متخصصان آماده می شود که می توانند مشکل این طبقه را آسان نمایند. همکنون در بخش سوردوپداگوژیک دانشگاه بیش از 130 دانشجو تحصیل می کنند. اما مسئولان سازمان های اجتماعی ناشنوایان می گویند آنها نمی توانند ترجمان شوند. امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان یک گروه سوردوپداگوژ که فعالیت می‌کند که اصلا این گروه ها آماده میشن برای کار در مکتب اینترنت‌های مخصوص با کودکان ناشنوا. مثلا گروه سوردوپداگوژ را با سورد ترجمان ها یعنی علاقه کردن تماما ممکن نیست. ضمن یک همایشی که در مکتب ناشنوایان ناحیه رودکی برگزار شد، این طبقه جامعه از وزارت معارف خواستند برای تعلیم زبان ایما و اشاره توجه بیشتر کند تا جامعه این مردم را بفهمد و آنها رویدادهای جامعه را. فعلا در تاجیکستان بیشتر از 30,000 ناشنوایان کار و زندگی می کنند که از 5 تا 6,000 نفر آنها نورسانی تا سن 18 ساله هستند.